وابسته به موقع جغرافی در مملکتمان همساله حادثه‌های زیادی طبیعی به قید گرفته می شود. اکنون جهت پیشگیری و به خوف پشت سر گذاشتن این گونه حوادث در ماه‌های اپریل مای طبق نقشه چهاربینی کمیته حالت‌های فوق‌العاده چهاربینی‌های زیاد عنوانی مدافع گراجدانی برگزار می‌گردد. چنین یک چهاربینی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه جلال‌الدین بلخی دایر گردید. بعد صدای بانگ خطر خوانندگان تعلیمگاه که در یک بس از 1200 نفر بیش تحصیل میکنند موافق دستور فرموده شده به جای بیخوف سراسیمه نشده حرکت میکردند. معلوم میشد که چند لحظه پیش زمین در دایره 4.5 بال تکان خورده قسما به بنای تعلیمی ضرر رسانیده است. موافق تخمین اعضایان استادیوم مدافع گراجدانی تعلیمگاه معلوم شد که یک چند نفر از خوانندگان در روشانه دوم با سبب‌های نامعلوم به بیرون برآمدن نتوانستند. در این مورد گروه زود عمل رزویدکا اطلاع دادند که چند نفر از خوانندگان در حالت معیوبی قرار داشته امکانیت از بنا خارج شدن را ندارند. بنابر همین گروه سانیتری با بالا وارد گشته مجروحان را به نقطه طبی فوری سیار آورده رسانیدند. در چنین مورد رخ دادن حادثه‌های نامطلوب از جانب گروه‌های جنایتکار از احتمال دور نیست. همین بود که اعضایان این گروه گوشه را آتش زده گروهی دیگر برای غارت وارد مکتب می‌شوند. این حالت از جانب ناظران پنهان نماند. آنها جنایتکاران را دستگیر کرده به اختیار نهادهای قدرتی می‌سپارند. در وقتی گذراندن روز مدافع گراجدانی یعنی که مشق عملی که در صحن مؤسسه گذرانده شد، خوانندگانی که از سراسیمگی یا از بی‌اهمیتی در داخل بنا ضرر دیدند از طرف گروه نجاتدهی نجات داده و از طرف خدمات گروه طبی یعنی که رساندن یاری اولین طبی رسانده شده و برای ادامه دادن تعهدات به بیمارخانه مرکزی گسیل کردند و این چنین آتشی که در این صحن مؤسسه به عمل آمد از طرف گروه آتش خاموش کنی سر وقت آتش خاموش کرده و مؤسسه و خوانندگان مؤسسه بی‌ضرر گردانده شد. خوانندگانی بودند که در وقتی رخ دادن حالت فوق‌العاده از وضعیت استفاده برده برای مال اموال مؤسسه دست درازی کردند و از طرف گروه حفظ ترتیبات جمعیتی که در وقت آموزش ما آنها را به آموزش فرا گرفته و از طرف آموزگاران طبق برنامه آموزانده شده بودند در وقت گذراندن مشق از وظیفه‌های خود را سربلندانه اجرا کرده برآمدند. چونی که از رفت این نمایش احساس می‌گردد تا جای خوانندگان و عموما افرادی که در این ناحیه زندگی می‌کنند در چنین حالت‌ها چگونه باید مناسبت کرد، یعنی که علاقه موافق ترغیب نفران مسئول این چهاربینی آنها خوب آگاهی پیدا کردند که در همه صورت رخ دادن حادثه‌های طبیعی آنها می‌توانند عمل‌های مفیدی همین تدبیر رو به جا بیارند. خلاص در مجموع میتوان ذکر کرد که گذراندن این گونه چهاربینی‌ها خیلی مهم و ضرور بودند. نورسان الکی میدانند که در چنین مورد کدام عملها را باید استفاده کرد. در آخر نمایندگان از حکومت دولتی شعبه معارف ناحیه و بخش حالت‌های فوق‌العاده برای بچه‌هایی که در این چهاربینی نمونوی صدقاً وظیفه‌شان را اجرا کردند افتخارنامه را سزاوار رساندند. محمد شریف تیمور بابازاده ابوبکر ناحیه جلال‌الدین بلخی جهان‌آموز.